من گیربکس ماشین رو کامل تعمیر کردم، باش یه دورم زدم، بعدش هم آچار کشی کردم، خیالت راحت باشه. اینم سویچ خدمتش. مرسی، ممنون، زحمت کشیدی. مرد حسابی چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ خب بالا سر کارم دیگه، یه سرم تو گوشی نیستش که. این ماشین از اون روز همش جوش میاره، این چه وضعشه آخه خدایی؟ من گیربکس تو تعمیر کردم، ربطی به موتور نداره، اصلا به موتور من دست نزدم که جوش من با این ماشین سربالایی میرفتم آخ نمیگفت، الان توی شهر زر تو زر جوش میاره. ببین چه مشکلی واسه موتورت به وجود اومده. میفهمی چی داری میگی؟ موتور علمت اصلا به مشکل نمیخوره که. چرا واسه من داستان سرایی میکنی الکی؟ گردن بگیر دیگه، خراب شده. برمی‌داری ماشین خراب شده، گردن بگیر. کجا بردارم ببرم؟ نمیبرم، میمونه همینجا تا درستش کنی. زنگ میزنی. برو بابا. حاجی چی شد؟ دعواتون شد؟ یارو اصلا مشکل داره. من اومدم گیربکسش رو تعمیر کردم، الان آورده ماشین رو انداخته اینجا، میگه ماشین جوش میاره. اصلا من به موتورش دست نزدم. یا نزدی صبر کن، آشنایی برام. یکم تو دوره گیربکس کارخانه یه چیزی شبیه این شنیدم من. بذار فکر کنم. ایراد بعدی ایرادیه که بعد از بستن گیربکس به وجود میاد. یعنی مشتری به شما مراجعه میکنه حالا برای تعمیر گیربکس یا تعویض دیس صفحه کلات، شما گیربکس رو میذارین زمین، بعد گیربکس رو میبندین، رامان، متعلقات، پلاس همیش رو میبندین، تموم میکنه. مشتری میره فردا میاد میاد دمای آب من میره بالا. بعد شما میگین که من مثلا دیس صفحه برای تو عوض کردم، من گیربکس رو برای تعمیر کردم، من برای تو موتور باز نکردم یا مثلا کاری انجام ندادم. این برمیگرده به نبستن یا شل بستن اتصال بدنه های روی گیربکس. همونطور که میدونی ال90 از اتصال بدنه خیلی ضعیفه. این حالا تو طراحی دسترسیش اینجوریه که بعد از یه مدت کار کردن مقاومت دسترسیم و اتصال بدنه میره بالا و اون منفی که باید ارسال بشه به بدنه موتور و گیربکس انجام نمیشه، یعنی منفیمون به قول خودمون کم میاره. حالا مکانیک بعد از بستن گیربکس اگر اتصال بدنه ها رو یادش بره، چون 3 تا اتصال بدنه داریم روی گیربکس، اگر اون اتصال بدنه ها رو نبنده، یکی شل بمونه یا ضعیف باشه یا کابلش پاره شده باشه، به هر دلیلی بسته نشه، باعث افزایش دمای آب میشه. اگر زیر کابل اتصال بدنه کثیف، جرم داره، روغن داره یا به هر دلیلی کثیفه، یعنی اون کابل اتصال بدنه قشنگ نمیتونه خودش رو به بدنه گیربکس یا موتور وصل کنه، حتما زیرش رو فرشه بزنیم، سماده بزنیم، تمیز کنیم که اون اتصال بدنه قشنگ کیپ باشه که بتونه منفی رو بگیره. آنچه فهمیدم چی شد. یه دقیقه کاپوتو بکش بالا بهت میگم چیه قضیه.